شروع مهمترین بخش هر کاری، به ویژه کار جدید و کار حساس است. شروع لحظه‌ای هست که در آن شخصیت شکل می‌گیرد و تأثیر مورد نظر سریعتر به وجود می آید. سلام، وقت شما بخیر بینندگان عزیز. به برنامه معرفی کتاب این هفته ما از چنل یوتیوب کابل وقت خوش آمدین. خوب صحبت کردن به شما کمک میکند تا مورد احترام قرار بگیرید و از نظر دیگران ارزش بیشتر داشته باشید. اگر ماهرانه، قاطعانه، با اعتماد به نفس و ایمان فکر کنید، زندگی شما امتر و سرشار از عمل، تجربه و موفقیت می شود. کتاب قدرت بیان را در این هفته می خواهم برای شما با معرفی بگیرم که قدرت بیان حرف بزن تا برنده شوی. نویسنده کتاب بریان ترسی، مترجم کتاب پروین آقاسی هست. موضوع کتاب سخنوری، سخنرانی، اعتماد به نفس، ارتباط در گروه های کوچک و همچنان کسب و کار می باشد که پنجمین چاپ کتاب سال 1388 است. بریان ترسی یکی از سخنرانان برجسته آمریکایی در زمینه تجارت و یکی از مشاوران و مربیان نام‌آور در زمینه پیشرفت فردی و غیر فردی در جهان امروزه است. سرنوشتمان با افکارمان تغییر می کند. اگر افکارمان مطابق خواسته هایمان باشد، همون چیزی می شویم که آرزو داریم و همان کار را می کنیم که می خواهیم. و همچنان ارزش واقعی انسان با توجه به اهدافی که دنبال می کند سنجیده می شود. در اخیر تشکر می کنیم از کتابخانه سعادت. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.